هیسپان تیوی ششمین شبکه بین المللی رسانه ملی که امروز رئیس جمهور اون رو از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. این شبکه تلویزیونی که تنها شبکه اسپانیایی زبان در خاورمیانه است، قراره با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی با مردم کشورهای اسپانیایی زبان و معرفی آداب و رسوم ایران 24 ساعته برنامه پخش کنه. رئیس جمهور هیسپان تیوی رو میادگاهی برای عدالت طلبان و آزادیخواهان همه ملت‌های مستقل در مبارزه با سلطه‌گران دونست. بخش وسیعی از جهان با زبان بسیار زیبا و دوست داشتنی و پرظرفیت اسپانیولی گفتگو میکنن. تلاش بر این باشه که حقیقت منتشر بشود. حقیقت همراه با عدالت، همراه با عشق. شبکه اسپانیولی زبان باید پرچمدار حقیقت و عدالت و محبت باشه. ویوا لا پاز، ویوا د جوستیسیا، ویوا ال پوبلو، ویوا آمریکا لاتینا. ان شاء الله موفق باشید.